پیتر اشمیت، مردی که زمان رو شکست داد. میشه یه مرد 82 ساله رو تصور کنی که هر روز صبح بیدار میشه، میره توی حیاتش و شروع میکنه به بارفیکس زدن. نه یه بار، نه یه هفته، 14 سال بدون وقفه. اسمش پیتر اشمیته. اهل آمریکاست و وقتی که اولین بار عکسشو میبینی، ذهن قبول نمیکنه که این آدم 82 سالش باشه. امروز میخوایم بریم سراغ رازهایی که این مرد باهاشون نه فقط زندگی میکنه، بلکه شکوفا میشه. بخش اول، ورزش. جسمی که تسلیم زمان نشد. پیتر یه باشگاه گرون قیمت نداره. یه مربی شخصی هم نداره. حتی یه برنامه پیچیده ورزشی هم نداره. پس اون چی داره؟ یه میله، یه بارفیکس و یه تصمیم که 14 سال پیش گرفته و ازش هنوز بر نگشته. توی حیاط خونه‌اش یه میدون کوچیک ورزشی ساخته. همون جایی که هر روز صبح میره و با خودش قرار داره که هیچ وقت کنسلش نکنه. روی میله های موازی، بارفیکس، پا بلند کردن، شنا روی میله، اینا عضلای سینه و بازوی شکمش رو نگه میدارن. روی خود بارفیکس هم تمرینایی برای پشت و شونه هاشه. چیزی که خیلی ها با بالا رفتن سن کاملا فراموشش میکنن. شنا روزی 50 تا، بعضی روزها هم 100 تا. میگه شنا یه تمرین کامله. نه دستگاه میخواد، نه باشگاه، فقط اراده. روزای آفتابی بیرون کار میکنه زیر آسمون باز با هوای تازه. روزای بارونی یا سردم میره داخل خونه با دنبل و کش ورزشی، اما هیچ وقت اون نمیشینه. یه بار در هفته هم میره باشگاه، نه برای اینکه با جوانا رقابت کنه، نه برای اینکه وزنه‌های سنگین بزنه، فقط برای اینکه توده عضلانیش حفظ بشه با تکنیک درست و بار متعادل و گوش دادن به بدنش. یه جمله داره پیتر که ارزشش رو داره که حفظ کنی: بهتره هر روز یکم تا هر از گاهی زیاد ورزش کنی. بخش دوم، تغذیه. از دهنت میگذره توی بدنت میمونه. پیتر معتقده که ورزش بدون تغذیه درست مثل ساختن یه خونه روی شنه. اون سبک غذاییش رو سخت تعریف نمیکنه. میگه فقط آگاهانه غذا میخورن. صبحونش حالا چیه؟ هر روز بدون استثنا 5 تا تخم مرغ به علاوه بلغور جوی 2 سر با شیر میخوره. تخم مرغ پروتئین میده، عضله میسازه، سیستم ایمنیشو قوی نگه میداره. جوی 2 سرم کربوهیدراته که آروم سوز داره. یعنی انرژی یه دفعه نمیپره یا یه دفعه هم نمیفته. کمی عسل و میوه‌های تازه بهش اضافه میکنه برای آنتی اکسیدانش. تو طول روز گوشت کم چرب، ماهی، حبوبات برای حفظ عضلش میخوره. آووکادو، روغن زیتون و مغزیجات هم برای قلب و مفاصل پوستش خوبه. سبزیجات و سبزیهای تازه هم توی هر وعده غذایش برای گوارش و ایمنی بدنش حتما استفاده میکنه. پیتر یه جمله جالب میگه: من از غذا خوردن لذت میبرم، فقط یاد گرفتم که این لذت رو با هوشانه تر انتخاب کنم. بخش سوم، ذهن و اراده. چیزی که هیچ مکملی جاشو نمیگیره. اینجاست که داستان پیتر از یه آدم ورزشکار به یه الگوی واقعی زندگی تبدیل میشه. خیلی ها میپرسن که انگیزت از کجا میاری؟ پیتر جواب جالبی داره: انگیزه میاد و میره، اما نظم میمونه. اون 14 ساله که هیچ روزی رو از دست نداده. نه روزی که حالش خوب نبوده، نه روزی که هوا بد بوده، نه روزی که دلش نمیخواسته بره ورزش کنه. چون براش ورزش دیگه یه تصمیم نیست که هر روز باید به اون پایبند باشه. یه عادت شده، مثل مسواک زدن، مثل دوش گرفتن. برنامه روزانش دقیقه به دقیقه برنامه ریزی شده و ورزش توش جا داده شده. همیشه یه چیز مهم دیگه هم هست. پیتر میگه ذهن ما دنبال راه فرار میگرده، دنبال بهونه است، دنبال اینکه امروز نه فردا این کار انجام بده. اون یاد گرفته که توی همون لحظه که ذهنش میخواد بهونه بیاره، یادش بیاره که چرا شروع کرده و این یادآوری همه چیزو تغییر میده. پیتر اشمیت ثابت کرد که پیری یعنی تجربه بیشتر، نه توقف. نه داروی خاصی داره، نه ژن معجزه آسایی. فقط 3 تا چیز: حرکت، تغذیه، اراده. شاید الان فکر کنی که من نمیتونم مثل اون باشم، اما پیتر یه چیزی میگه که شاید دیدتو عوض کنه. هیچ کس از اول اینجا نبوده. منم یه روزی شروع کردم و حالا اینجا رسیدم.
اگه این ویدیو برات جالب بود و دوست داری هر هفته داستان‌های واقعی از آدم‌هایی ببینی که ازشون الهام بگیری، حتما کانال ما رو دنبال کن. ما اینجاییم تا با هم ثابت کنیم که یه زندگی بهتر در هر سنی ممکنه. زیر همین ویدیو هم اگر دوست داشتی برامون نظرتو در مورد این ویدیو بنویس. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. مراقب خودت باش.